سلام به بچه‌های خوب کانال مایوه. بچه‌ها توی این قسمت می‌خوایم یاد بگیریم که چطور باید عکس هامون رو داخل یه سند HTML مون فراخوانی بکنیم و اون عکس ها رو به کاربرانمون نمایش بدیم. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ مباحث این جلسه لایک و کامنت و سیو و اون سابسکرایب لامصب هم فراموش نشه که من انرژی بگیرم و با انرژی بالاتر بقیه مباحث رو بتونیم انشالله با هم دیگه پیش ببریم. خب بچه‌ها برای اینکه ما بتونیم از تگ های ایمیج استفاده بکنیم، قبل از اینکه این رو بخوام بگم بچه‌ها، ما طبق سرفصل هایی که توی W3 Schools داشتیم رسیدیم به ایمیج ها، یعنی عکس ها. عکس ها رو با هم دیگه الان کار میکنیم که ببینیم چطور باید اینها رو با هم دیگه پیش ببریم. خب عکس ها رو بچه‌ها پیشنهادم بر اینه که شما یه دونه فولدر درست بکنید داخل پوشه پروژه‌تون و اون رو مثلا اسمش رو ایمیج هر چیزی که دوست دارید میتونید بذارید و از اون عکس ها استفاده بکنید. خب کم کم دیگه ما مفاهیممون رو پیشرفته تر میکنیم و سعی میکنیم که در قالب یعنی یه مقدار عملی تر قضیه رو ببریم جلو. خب میریم داخل ارزم شما پوشه پروژه‌مون رو من داخل درایو دی مای وب تک گذاشته بودم. خب اینجا یه دونه پوشه جدید، یه سری عکس من روی دسکتاپ هم دانلود کرده بودم، یه 4 تا دونه عکسه که اسمشو مثلا 1 2 3 4 گذاشتم. این رو کنترل ایکس میذارم، کات میکنم، میارم داخل پروژه پیستش میکنم، اسمش رو هم میذارم ایمیجز. خب ایمیج. حالا اگر برگردم داخل پروژه، اینجا یه دونه پوشه به اسم ایمیج برای من اضافه شده که داخلشون 4 تا دونه عکس هستش. بچه‌ها عکس ها رو اگر بخواید به کاربرانتون نمایش بدین بسیار ساده از تگ img ما استفاده میکنیم. تایپ میکنید img، تب رو که بزنید خب 2 تا اتریبیوت از شما میخواد، یعنی سورس رو میخواد، src رو میخواد و alt رو میخواد. src مسیر عکستون هستش، یعنی جایی که میخواید عکس رو توی اون قسمت هست رو به کاربر نمایش بدین، و ویژگی alt هم زمینه، یعنی یه توضیح کوتاهی از عکستون هستش که میخواید به کاربر نمایش بدین. ویژگی آلت برای یعنی همون عملا میشه گفت توضیح کوتاهه که بیشتر برای مفاهیم سئو کاربرد داره. بچه‌ها من تمام مفاهیم رو سعی میکنم بهتون بگم که شما یاد بگیرید و با این مفاهیم آشنا بشید عملا. خب آدرس رو من میخوام بهش بدم. الان کافیه اینجا تایپ بکنم ایمیجز. ببینید آقا به محض اینکه چون این فایل ایندکس من در کنار دایرکتوری ایمیجز هستش، کافیه تایپ بکنم ایمیجز. خب ایمیجز رو که بزنم، یعنی آیم ای رو که بزنم دیگه خود پی اچ پی استور به من پیشنهاد ده ایمیج اسلش. خب حالا میخوام عکس شماره 1 رو بیارم. به محض اینکه تایپ کنم 1 رو 1.jpg رو به من پیشنهاد میده. این رو سیو میکنم، میرم این طرف سند خودم رو که باز بکنم، میبینید که همونطوری که میبینید عکس من البته الان خیلی بزرگه. این عکس الان وارد سند HTML من شده. با استفاده از دستورات CSS توی این قسمت کار کردن با ایمیج ها رو کامل بهتون یاد دادم. ببین اگر یه عکس بزرگ باشه اینجوری بیارید داخل صفحه، کاربر مجبوره که اینجوری اسکرول بکنه بالا پایین و این رو بخواد ببینه. خب به طب این کار درست نیستش دیگه. عکس به این بزرگی که نمایش نمیدن. خب اون عکسی که ما آوردیم الان 4000 در 6000 پیکسله. خب توی هیچ نمایشگر قابل نمایش نیستش. ویژگی آلت هم مثلا بهش میدم عکس یه دونه کامپیوتر بودش من گذاشتم، مثلا می‌نویسم کامپیوتر. خب بچه‌ها همون اگر خاطرتون باشه به صورت اینترنال بهتون گفتم استایل های CSS خودتون رو به چه صورت میتونید بنویسید. تا کافیه اینجا تایپ بکنید استایل. خب برای تگ های img خودم یعنی تایپ میکنم img کرنی بریسز رو باز میکنم میبندم. یه ویژگی ارز، یعنی اینکه از ویت میخوام این مرتبه استفاده بکنم. خب همونطور که میبینید یه دبلی بزنیم ویت میاد، به این صورت نوشته میشه. خب می‌نویسم 100%. یعنی چی؟ یعنی 100% صفحه نمایشگر من رو این عکس شامل بشه. همینطور به همین سادگی. این رو سیو بکنیم. الان بیایم این طرف یه فجرم بزنم، خب الان نمیارتش. یک مرتبه دیگه من این رو باز بکنم. خب عکس من رو همونطور که میبینید بچه‌ها الان این عکس برای من واضح تر شده و دارید میبینید 100% عرض صفحه رو به خودش اختصاص داده. حالا اگر بخواید مثلا 50% صفحه رو به خودش اختصاص بده، به جای 100% اینجا کافیه تایپ بکنید 50%. سیو که بکنید بیایم این طرف. خب همونطور که میبینید خودش ریفرش شد و الان 50% صفحه نمایش من رو همونطور که میبینید این عکس
به خودش اختصاص داده. بچه‌ها عکس ها یه ویژگی دارن. خب دیسپلیشون به صورت دیفالت روی بلاک هستش، یعنی اینکه کل این سطر رو به خودشون اختصاص میدن. ببین الان من F12 رو زدم، وارد اینسپکت شدم. خب برای این کار شما خیلی خیلی راحت میتونید روی عکستون کلیک راست بکنید، این قسمت اینسپکت رو که بزنید این عکس اینسپکت میشه. همونطور که میبینید زمانی که موسم رو میبرم روی این، میبینید بچه‌ها کل سطری هم که نوشته ای وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره، در اختیار خودش قرار داده. اگر بخوایم این رو ببینیم واضح‌تر، من یه تگ پی در کنار این می‌نویسم، مثلا یه چیزی اینجا یه نوشته چیزی بریم یه جا کپی کنیم برداریم بیاریم، مثلا نوشته انگلیسی باشه بچه‌ها خیلی بهتر، مثلا همین نوشته انگلیسی که اینجا هستش این رو کپی میکنم میارم داخل تگ پیم اینجا پیستش میکنم. خب ببینید الان این نوشته من در کنار این قرار نمیگیره، میاد پایینش قرار میگیره. چرا؟ چون این عکس کل این سطر رو به خودش اختصاص داده. یعنی دیسپلی ما الان بچه‌ها به بلاک هستش، یعنی کل سطر رو به خودش اختصاص داده و من این رو به هیچ عنوان نمیتونم وسط صفحه بیارم. البته توی مفاهیم پیشرفته CSS کامل به اینها خواهیم پرداخت، به هیچ عنوان نگران نباشید. الان فقط نحوه آوردن عکس داخل سندهای HTML رو داریم یاد می‌گیریم. خب یه عکس دیگه میاریم img، سورسش این مرتبه همون ایمیجز هستش و اسلش عکس شماره 2 رو بچه‌ها من الان میخوام بیارم. خب ببینید الان من به کل تگ های img ویت 50% دادم و این یکی عکس شماره 2 هم اگر بیاد داخل صفحه هم این هم 50% صفحه رو مجددا به خودش اشغال خواهد کرد. خب صبر می‌کنیم تا کامل لود شه. این عکس چون سنگینی اراده طول می‌کشه. همونطور که می‌بینید الان ما یه عکس دیگه داریم در جنب پایین تگ پیمون که توی این قسمت نوشته بودیم، یعنی یه عکس شماره 1 عکس شماره 2 و وسطش تگ پیمون رو داریم. همونطور که می‌بینید این عکس ها در کنار هم دیگه قرار گرفتن. من این رو دو تا دیگه داپلیکیت بکنم، عکس شماره 3 و همونطور که می‌بینید الان خودش هم داره پیشنهاد میده و عکس شماره 4 این رو هم یه JPG اضافه برای من زد. خب سیو میکنم. بیام این طرف الان 4 تا دونه عکس هم با ویژگی 50% صفحه در کنار هم دیگه همونطور که میبینید به سند HTML من اضافه شده. خب بچه‌ها الان اگر من بخوام عکس ها رو وسط چین بکنم باید چی کار بکنم؟ خیلی ساده بچه. اولین کاری که میکنیم از CSS دستور دیسپلی استفاده می‌کنم و دیسپلی این رو در ابتدا بلاک می‌کنم. خب از بعدی از دستور CSS مارجین ما باید استفاده کنیم. مارجین رو قبلا بهتون گفتم، مارجین رو اگر روی آتو بذارید خب به صورت اتوماتیک هر بلاکی که داشته باشید میذاره وسط صفحه. پس این دوتا رو در کنار هم دیگه باید حتما استفاده بکنید. اگر تنها مارجین آتو رو بذارید عکستون به وسط صفحه منتقل نمیشه. خب ببینید الان عکسامون اومد چی شد؟ وسط چین شد. حالا ببینید اگر من این دیسپلی بلاک رو بچه‌ها از این قسمت برش دارم، اتفاقی که میافته چیه؟ این عکس ها الان میرن دوباره میشینن به سمت چپ. ببینید بذارید لود بکنه یک مرتبه، من F5 رو بزنم این مجددا لود بشه. ببینید عکس ها اومد کنار. در صورتی که من به این مارجین آتو دادم چرا نمیاد؟ چون باید به این دیسپلی بلاک رو بدید تا اون قاعده و قانون دیفالت خودش شکسته بشه و ارزم به حضور شما بیاد و وسط صفحه عکسمون بشینه. من یه فنج دیگه بزنم. همونطور که میبینید عکس الان اومده کامل، به صورت کامل اومده وسط چین شده بچه‌ها. خیلی راحت از عکس ها میتونید به این صورت استفاده بکنید. گاهن دیدید توی یه سری وبسایت مثلا دو تا دونه عکس، یه دونه عکس سمت راست یه دونه عکس سمت چپه. این رو چه کار میتونه میان انجام میدن؟ خب میان از یه دونه تگ دیو استفاده میکنن. من این تگ دیو رو بذارم. خب میان دیو رو به دو قسمت مختلف تقسیم بندی میکنن، یعنی یه دونه دیو دیگه داخل اون دیو میذارن. خب به این میان کلاس میدن. بچه‌ها اصلا به هیچ عنوان عجله نکنید. دیو مثلا رایت، خب دیو رایت و یه دونم از همین من دوباره داپلیکیت میکنم، یه دونهشو میذارم دیو لفت این مرتبه، یعنی اینکه عکس چپ و عکس راست. خب داخل اینها میام از هر کدوم یه دونه عکس رو
فراخونی میکنم، مثلا میام میگم آقا جان این ویژگی آلتش رو اصلا پاک بکنم، من نمیخوام همین عکس رو که اینجا هست، من کنترل ایکس میزنم میبرم داخل این دیو میذارم، یعنی این دیو اینجا باز شده اینجا بسته شده. میخوام الان 2 تا دونه جعبه عملا تعریف کنم و این یکی عکس شماره 2 رو هم بیارم داخل این بذارم، این 2 تا دیگه اون تگ پی و تشکیلات و اینها رو هم پاک بکنم. خب یه دونه سیو میزنم بچه‌ها. الان اگر من برم اون طرف، خب میبینید که باز دوباره اینها در کنار هم دیگه قرار نگرفتن. خب چه با توجه به اینکه من دیو رایت و لفت نوشتم، اما بعد بیام برم به اینها الان کلاس دادم بچه. خب بیام برم برای این کلاس ها این رو هم میذارم روی دقیقاً همون 100% جعبه خودش رو به خودش اختصاص بده. خب میام برم چیکار میکنم؟ اولین سلکتور CSS مون رو اینجا میخوام بهتون آموزش بدم. توی جلسات بعد کامل به اینها خواهم پرداخت. نقطه دیو لفت یا رایت. خب رایت از یه ویژگی میخوام استفاده بکنم که منسوخ شده، ولی الان بهتون میگم که فقط ببینید. از ویژگی فلوت استفاده میکنم. دیو رایتم رو بهش فلوت رایت میدم و دات دیو لفتم رو خب میام بهش چیکار میکنم؟ فلوت لفت میدم. فلوت لفت. خب الان بچه ها اگر من صفم رو اون طرف ریفرش بکنم، این 2 تا دونه 2 تا باکس 2 تا دیوا، چون به یکیش گفتم آقا فلوت رایت تو برو سمت راست، تو هم برو سمت چپ، این 2 تا الان دقیقاً اومدن کنار همدیگه نشستن و این عکس ها الان در کنار همدیگه قرار گرفتن. یه مسئله دیگه هستش، من به اینها عرض ندادم. دیو سمت راست باید چی بشه؟ ویتش 50% صفحه باشه. خب 50%، همین 50% رو به دیو لفت هم میدم، میگم آقا 50% صفحه مال دیو لفت باشه، 50% صفحه برای دیو رایت. خب همونطور که الان میبینید الان این 2 تا ببینید، یه عکس این طرف هست 50%، یه عکس هم این طرف هست ارزا بود شما 50%. حالا اگه من بیام ویتا اینا رو کمتر بکنم، مثلا بیام بکنم 2 تا دونه 35%، جفتشون افتادن سمت چپ و راست و از هم دیگه فاصله میگیرن. یه 5 من بذارم اینجا. خب عکس ها الان یه ریفرش بشن بچه ها. خب همونطور که میبینید یه عکس کامل رفته نشسته سمت راست، یه عکس کامل اومده نشسته سمت چپ. چرا؟ الان چون 35% صفحه رو به خودش اختصاص داده. خب من اینا رو مثلا میذارم روی 45%، این رو هم میذارم روی 45%. میام در کنار داخل دیو راست، یعنی دیو سمت راستیم، یه دونه تگ پی دیگه بچه‌ها اینجا اضافه میکنم. میخوام یه مقدار پیشرفته تر بشیم دیگه. This is a مثلا میگ کامپیوتر. خب یه دونم برای رایت هم براتون بنویسم که دقیقا بدن چی. خب این از این تگ پی رو هم میارم این طرف میذارم، یه دونه لفت هم اینجا مینویسم بچه. خب الان اگر برم این طرف ریفرش بکنم، اتفاقی که میافته میبینید 2 تا نوشته ها، این برای سمت راستیه بود، دیو راست بود، اینم دیو لفت ما، دیو سمت چپ ما بود. خب به راحتی هرچه تمام این نوشته ها رو اگر بخواید شبیه جاهای دیگه دیدید، مثلا یه دونه عکس زیرش یه دونه کپشن داره وسط چین بکنید، خیلی راحت میایید اینجا میگید آقا تمام تگ های پی من خب چی بشن؟ تکست الاینشون سنتر باشه. داریم یه موقع پیشرفته تر بشیم بچه‌ها دیگه. انتظار دارم از این بعد تمریناتتون رو بیشتر بکنید. همونطور که می‌بینید این 2 تا نوشته ها الان اومدن وسط چین شدن و خیلی زیبا 2 تا دونه عکس رو ما نمایش دادیم و به کاربرمون نشون دادیم. خب یه ویژگی دیگه استایل های CSS هم میخوام بهتون یاد بدم. یه دونه بوردر رادیوس هستش، یعنی اینکه گوشه های عکس رو دیدین گاهن مثلا این چیز هستن یه گردی کوچولو دارن. بوردر رادیوس مثلا 20 پیکسلی من به همون تگ های IMG میدم. همونطور که الان میبینید الان این اگر ریفرش بشه دور عکس هامون گرد شد. خب خیلی راحت. اگر بخواید یه دونه بوردر داشته باشه دورش، خب بوردرمون مثلا میخوایم از نوع چی باشه؟ سالید باشه، 1 پیکسل باشه. خب این هم از این و رنگش هم مثلا بلک باشه، یه دونه بوردر سیاه دورش بندازه. الان بریم این طرف، این اگه ریفرش بشه یه چیزی به ضخامت 1 پیکسل
یه بوردر دور عکسام افتاد. بچا چند تا دونه دستور CSS گفتم بهتون، ولی برای هر کدوم از اینها مثلا به دستورات CSS که برسیم 4 تا 5 تا من همه رو در قالب یک جلسه کامل براتون توضیح خواهم داد. اصلا به هیچ عنوان نگران این قضیه نباشید، خسته نباشید. یاد گرفتید که چطور الان میتونید IMG های خودتون رو، یعنی تگ های عکس رو یاد گرفتید که چطور داخل HTML و CSS خودتون چطور میتونید بهش استایل بدید. خسته نباشید. سابسکرایب و شیر و کامنت هم یادتون نره. دوستان هستن دوستانی که دنبال این مطالب میگردن نمیتونن کاملش رو پیدا بکنن، شما برای دوستانتون که میدونید دنبال این مطالب هستن این موضوعات رو شیر بکنید و بهشون توصیه بکنید که کانال ما رو دنبال بکنن.